خوش اومدیم به رپ گیم. آقا اومدیم با یه دیسپک جنجالی دیگه. آقا این دیسپک دیگه باید ادامه دار بشه. ملتفت بکنم این دفعه دیگه رنده رو سپردن دست گادپوری و میخواد بدجوری رنده کنه. آقا بدون معطلی بریم گوش بدیم. برای کار بزرگ آدم کوچولوها رو بفرست وسط، علی یا نه اینکه کوچولوها علی هم خودشونو بزرگ نشون بدن، صدشونو میذارن وسط، ولی همچنان کوچولوها رد پاشون. امیر جعفریه دیگه، میگه برای کارهای بزرگ کوچیکا رو همیشه بنداز وسط. کوچیکا رو همیشه بنداز وسط. خب سری پاک میشه. گادپوری سوخت نمیده تو بیف علکی، مثل دونه دورش دارد نمیشه من علکی. برم زیر یه قرآن زیر گیوتین تیغ میکشم تو. اونجا میگه باید برید چی با اگه فدایی بیاد باید از زیر قرآن رد بشی. اگه میگه ما با چیز بیام تو رو میبرن زیر گیوتین. حتی تو جیگرکی شمشیره که نمیبره مونده سپره کجا، قبل بار اندازه میکنمش تو خمه تو جا. میگه تخم داره قد گاز پیکنیکی، پس چرا ندیدیم رو خطا به سرش رو میام تهران را بده با پیکان تجاوز میکنم بهتون بشه تیتر کیهان. در رفتی امرز شبونه لا گلده چون انباری میشدی پات برسه به زندان. پسیتونو میزنم سیاهی بره چشمات، تیکاتو میچینم رو هم انگاری خشت. بیادبم ولی نمیدم بهت فوش کشدار، تو دفترم میکنمت مثل رئیس ارشاد. کارت نمیگیره جلو پوری خب شانسی نی، اینجا فرق داره داشت جای سفت شاشیدی. مثل پیرزنی توت میره سورپرایز میشی، من با 206 میام تو با اورژانس میری. میگه بهم پیرز اینجا تیکه انداخته بود گفت پس بنزت کو. میگه که اگه من با بنز اگه من با 206 میرم تو رو باید با آمبولانس ببرن. این قوی بود. ایزی میزنمت مثل هر زمی لختی، چینمو میندازم گردن تخمی، فیلمت هم میگیرم اگه کف گفتی. واسه لاشی واسه تو گنده تر تو رو زدیم، واسه لاشی میزنمت با فوت کوزه گری. واسه لاشی تو خوبی فقط واسه دور و ورید، به نفعت بزنی خودت تو به کوری کری. واسه لاشی واسه تو گنده تر تو رو زدیم. اینه همینه میزنمت با فوت کوزه گری. واسه لاشی تو خوبی فقط واسه دور و ورید، خودت نری ما میکشیم رو سرت گونی و سری. یهو کف گرگی میاد رو فیسه، تنگاری تولد تو این کیکه. محلتون کجاست بگو ما میرسیم نفته، ولی ننه هر کی نیاره ایکه. آره بیا شمال زیاد داره جنگل، زیر برگا پیدا میکننت با چنگک پذیرای منزل. خدا وکیل من گادپوری رو خیلی قبول دارم. یعنی فلو بیت شعر یعنی در یک ثانیه یعنی ترارت میکنه. مسلمن میدم لبا تو بخورن اونجا لب بندر. دیپ دیپ کامیار تیکاتو میندازه تو کانتینر خاویار. پرشیا چیه میزنمتون با زامیان، جوری که دندوناتم نیاد بیرون از رادیات. اوزیتم که نیوردی با پرقصم تانگو، برا بزرگترت میارمش. آقا یوزی رو بل نمیکنه اینا. در سرویس یوزیتم نیوردی که من باید برقصم تانگو. وای گادپوری خیلی خوبی دو. اون تانکو اما تفتتون فقط میاد بوی رانتو، فلو مثل فانتو میزنم رگ و تاندو. بگو گرگتون بیاد به جا تو شغال، فاز سیاسیتونم فقط در حد شعار. اسلام ایرانو گاییده و منم شما رو نفهمیدم وصلم یا آدم شما. نقاشی ولی فقط میکشید زیر و رو، خلاف چی بوده ایران زیزی گلو. یه عشق نقره یه تو جیبه. توی آهنگ دلغک شاپور میگه که آقا ما گل جابجا میکنیم، میگه از نمیدونم از پاریس تو نمیدونم کجا گل جابجا میکنیم. اینجا پوری بهش چی میگه؟ جیوده ایران زیزی گلو. یه عشق نقره یه تو جیب این هلو، تعال تو میندازه بیرون بره بهت فرو. واسه لاشی واسه تو گنده تر تو رو زدیم. واسه لاشی میزنمت با فوت کوزه گری. واسه لاشی تو خوبی فقط واسه دور و ورید، به نفعت بزنی خودت تو به کوری کری. واسه لاشی واسه تو گنده تر تو رو زدیم. واسه لاشی میزنمت با فوت کوزه گری. واسه لاشی تو خوبی فقط واسه دور و ورید، خودت نری ما میکشیم رو سرت گونی و سری. نمیچسبه این وصلا به من قربتی، رایال تیم 20 تا بود جای دولتی 20. بیت عوض شد بیت بعد جوری اومد دیگه. یه برگردیم عقب. تو رو زدیم واسه لاشی میزنمت با فوت کوزه گری. واسه لاشی تو خوبی فقط واسه دور و ورید، خودت نری ما میکشیم رو سرت گونی. نمیچسبه این وصلا به من قربتی، رایال تیم 20 تا بود جای دولتی 24 ساعت وقت داری ثابتش کنی، والا میگم بکنن تو فنا نوبتی. رک نمیخواستم بکنم با فنا میدم نوبتی کارات انجام بدن. شاپور کجایی؟ بیا رندتو بیار.
صحبتی ویو دادم تضمینی بت بک سرعتی قول میدم حقیر ترت کنم مسئولتی تو کامنت تا صدات کنن سوراخ صورتی گنبدم و تو میدم که سرت بره لاپام با من نیو تو بیفاجی میزنین یا تاقان بکتونو میزنم وا بشه مثل میمتون تو جا بره پیکنیک یا آقام چیه همه دیگه تو باشه دیگه. خدایا این پیکنیک چرا تموم نمیشه داستانش؟ پیکنیک اگه تموم شد به منم بگین ها. با آقاش گیر نده دیگه، غیرتیه. نتون گیر صفته هیچ کس نیست مهدیار چیه سمتش هفت خط حاجیتون ولی تنش سخته مچی پوری نمیخوابه ته بیف زلته چروک بود رفت فارسی من زدم اون توش پیدا نمیشه ظرف ماستمم اون توش تو دنیایی که فدایی میزنه به سروش معلومه که حق فیت میخواد سر گوش 5 صبح همینه دیگه آقا، حق فیت میخوان دیگه داش. حق فیت نخوان که اینجا پیداشون نمیشه که. کلیپ نبود نشون دادم پورناتو من میام با ماساژور در بیار کلتاتو سقف خونه هاتونو میکنم با حرفام گاد پوری نگو بگو تورنادو تورنادو تورم زدیم واسه لاشی میزنمت با فوت کوزگری واسه لاشی تو خوبی فقط واسه دور ورید به نفت بزنی خودتو به کوری کری واسه لاشی واسه تو گنده تر تورم زدیم واسه لاشی میزنمت با فوت کوزگری واسه لاشی تو خوبی فقط واسه دور ورید خودت دری ما میکشیم رو سرت گونی و سری نوبتی همتونو میکنم ماله همیشه آخرای کار که میشه اینا دوتا با هم دیگه. فارسی حکایت قد مهم نی تو گنده باشه خواهی اصل کار فدایی آورده. اون حرف میزد با حسین بیف و با حسین، اون حرف میزد این تش اینطوری حرف با تو ما پرونده نداریم جز همین موارد تجاوز به تو هم خلاف خانم ولد تو پرونده نداری تجاوز به تو داری مگه؟ نه هول بدهیم شما قول بده هول نشی پشت کن ما هول میدیمش تو گلم دست سرکی بدم کارم و دست تو میدم بازارم آنالیز میکنم چون این ویویی که گرفتی هم صداقه سری منه توش نیست صحبتی همونطور که مطمئنم الان که این موزیک گوش میدی همه کامنتات میشه سوراخ صورتی جون پوری بیرم زد و بنده تمومه کار دیگه تموم جمع شد. کار قوی اومد دیگه. نه اومد به نظر تو داری اینو گوش میدی ها؟ بیت که عالی، فلو که عالی، فلو هیچ موقع تکراری نمیشه، فلو جدید پشت سرم، میکس و مستر که اصلا خدا. موزیک ویدیو هم که آقا 1 2 3 کارش حله، آقا رنده میکنه. زد دیگه این دفعه دیگه زد به جان خودم. همه چی جالی بود. آقا بریم گوش بدین اسپاتیفای، اپل میوزیک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینا بریم گوش بدین. نه اینجا دانلود کنین. اینو میگم بیف. قربونت برم بوری عاشقتم. اینو میگن جوابی دن نمیشه. چاپوشوی ولی خودم I begin to